بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، بینندگان و شنوندگان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ماه مبارک رمضان ماه رحمت و مغفرت، ماه طاعت، ماه قرآن کریم، ماه پاداش عظیم، ماهی که اعمال روزداران برابر 1000 ماه قدر می شود. ماه خشنودی یتیمان و نیازمندان، ماه وحدت، ماه سلامتی جسمی و روحی را برای تمام مسلمانان، هموطنان عزیز خود، مخصوصا مهاجران رنجبر و دور از وطن تبریک و مبارکباد میگویم. دعا میکنیم پروردگار این ماه را برای تمام عالمیان با یمن و برکات بگرداند. استعذ بالله و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین. صدق الله العظیم. هر کی خدا و رسول او را نافرمانی میکند و در محدوده او تعرض میکند، الله خداوند او را برای همیشه جاویدانی داخل آتش، داخل دوزخ میکند و برای او عذاب اهانت بار است. با کمال تأسف پیشاپیش ماه مبارک رمضان، رخ دادن تحقیر و تهمت بسا سنگین به این ماه بزرگ، رکنی از ارکان بینای اسلام، مجبورم کرد همچون مسئولیت ایمانی و قرض مسلمانی و یک ملا تا به آن بپردازم. خاطر رسان میکنم این وظیفه تنها من نیست، بلکه وظیفه همه علما و دانشمندان اسلامی می باشد که وقتی میبینند تحقیر، تهمت ناروای به اسلام، به دینی که به اون اعتقاد داریم بسته می شود، از آن حمایه کنند. حداقل این نشانه صداقت و باوری به همون دین، به همون آیینی که به اون پایبند هستیم شده می تواند. بیشک این چنین تحقیرها و تهمت‌های ناروا زدن به یک آیین پاک آسمانی از شناخت غلط، حد ناشناسی و دشمنی و بدبینی به پیروان آن، یعنی به سرچشمه میگیرد و به وجود می آید. مخاطب اساسی من در اینجا غلط فهمان و حد ناشناسان اسلام ستیز و مسلمان بدبین نیستند، زیرا این طبیعت آنها هست، بلکه روی سخنم با علم علمای شریعت، داملا و ملاها است. اول لازم است به جناب رحمانوف بگویم که دست از اهانت و حقارت ها بردارد. به او گفتنیم حد و اندازه خود را در آخرهای عمر خود هم باشد بشناس. به گفته خودت که من هم فرزندی مسلمانم، اگر فرزندی مسلمان باشی جنگی با خدا را بس کن. من از اینکه تو یک دیکتاتوری و از پایمال شوی حقوق، از آواره و به پشت پناه ساختن مردم یا به دیگران هدیه کردن و فروختن خاک و مرز کشور یا دزدیدن و تاراج کردن ثروت و دارایی های تاجیکستان که تو همراه با نزدیکانت به آن دست درازی دارید چیزی نمیگویم، زیرا تو مخالفان سیاسی داری. آنها روز تا روز قدرتمند شده ایستادند. جامعه جهانی
مردم شریف کشورمان هم از این کردارها خوب آگاهند و به زودی تو را میپرسند خودت در نزد ملت به همه اینها جواب میدهی. من به اهل علم، علمای شریعت، دام الله و ملاها، البته احترامی همه آنها بالای دیده است گفتنیم. من این بزرگان دین و ملت را قصد آموزش ندارم که رمضان کدام رکن اسلام است و چه حکمی دارد، برای چی کسانی امر شده است روزه بدارند و کی روزه بدارند. کسانی رمضان را انکار میکنند یا به عذر به یگان مانعی جدی روزه نمیدارند، چی گناهی را مرتکب میشوند و چی کسانی میتوانند روزه ندارند. کی میتواند اجازه روزه نداشتن را بدهد و فتوا بدهد که کدام وقت میتوانید روزه بگیرید؟ به هیچ وجه مقصد داناندن همچنین مسئله ها را ندارم. من به این بزرگان با یک سؤال مراجعت کردنی هستم. آیا در شأن ما یک عالم داملا همچون وارث پیغمبر صلی الله علیه و سلم درست است که در برابر تعرض در محدوده فرموده خداوند از طرف هر کی باشد و اهانت به شرع او که ما پایبند آن هستیم ساکت بمانیم و اگر کار انجام داده نمیتوانیم خاموش بایستیم؟ پس وظیفه ما یک عالم داملا و یک امام خطیب چی است؟ حالا از مفتی، شورای علما و از مرکز اسلامی پرسیدنیم که وظیفه شما مردم را به آنچه الله فرستاده است و خواسته است آنگونه عمل کنند دعوت کردن است یا فرموده یک حاکم را که برخلاف دستورات خدا حکم میبرارد و به میل خود تأویل های برغلط میکند که برخلاف دستورات خدا هستند، آنها را درست جلوه دادن و مسلمان ها را مجبور کردن که از آن پیروی کنند؟ یا هر حقارت و توهین نسبت دین خدا می شود، نسبت مسجد می شود، نسبت یک امام خطیب می شود، نسبت یک مسلمان می شود، از طرف هر کس و ناکسی خاموش ایستادن و چشم پوشی کردن، در حالی که خود رهبران و مسئولان دینی و مذهبی همین مسلمان ها خود را می حسابید. وظیفه مرکز اسلامی، شورای علمای مسلمانان و وظیفه رئیس شورای علما یا مفتی، البته در ناخونک، واسطه شدن برای درست جلوه دادن تأویل های برغلطی با میل خود ساخته و بافته یک حاکم ظالم مستبد و مسلمان ها را مجبور کردن که از آنها همچون فرموده خدا و پیغمبر و شریعت پیروی کنند نیست. شورای علما اگر شورای علمای مسلمان ها هست، وظیفه دار است در برابر حمایه و بلند برداشتن جایگاه و آبروی مسلمانان یکم شریعت محمدی را درست همان گونه که به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرموده شده به مردم برساند. دوم، از شریعت محمدی حمایه کند، اجازه ندهد هر مستعل است و دستورات الهی مخالفت نشان بدهند، تحقیر و اهانت کنند. رحمانوف همگی یک پریزیدنت است، حق تشریع و من کردن بندگان خدا را از پرستیش پروردگارشان را ندارد. مؤمن ها را
حق منع کردن از روزه داشتن ندارد. زردآلو چینی است. نقکنی و کار در مرکزی بنیادی برقدهی و حالا که با بهانه کار در زراعتگاه ها هست، اینها عذره که روزه ندارن شده نمیتوانند. بار اول نیست که او حد خود را تجاوز و به حریم خداوند دخالت ابلهانه میکند. باید از مخالفت ها به احکام دین خدا دست بردارد. اگر از نافهمی است باید فهمانده شود. اگر خود را بر حق میداند باید گفته شود تو کی هستی؟ تو این حق را نداری. اگر قبول نکند باید به مسلمان ها رسانده شود که او تجاوز از حد و حدود خود کرده است. حکمش مردود است. دستوراتش قبول نیست و خودش به اون دین، به اون آیینه که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آورده است از اون بیرون شده است. معنی جوانان و بانوان از مسجدها و از نمازهای جماعت، بستن مسجدها و به طربخانه و به دیگر کارخانه ها تبدیل دادن، حجاب و روسری را از سر خانم ها گرفتن، همه اینها گناه کبیره اند و در عین حال از غلط فهمی و عملهای زشت و باز هم همون بدبینی به اسلام و مسلمان ها هستند. ولی این بار مسئله فرق میکند. اینجا انکار یک رکن اساسی اسلام و انکار یکی از بناهای پنجگانه اسلام و مخالفت به فرموده خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم و تحقیر و اهانت به دین خدا شده ایستاده است. شورای علمای تاجیکستان را بس بدگی است بازی به دین خدا و هر نوع اهانت به شریعت الهی. شما رو به خدا این یک نوع نیرنگ و شیطنت و مسخره نشان دادن دین الهی است، نه دین داری. شرم‌آور نیست که به فرمان یک رئیس جمهور دین ستیز فتوا میدهید که روزه ندارید، ولی زکات فطر را معین میکنید، امام خطیب ها را به محل ها میفرستید یا ملاها را از مسجد های محل ها همراه با رئیسان محل ها برای جمع کردن پول گرفتن صدقه فطر وظیفه دار کرده ایستادید. مثل که مقامات تاجیکستان تا امروز وجود ویروس کرونا را در کشور انکار میکردن، انکار میکنن. خداوند که قدم شوم آن از سراسر دنیا برداشته شود، ولی در عالم جاغ میزنن، فریاد میکنن برای برطرف کردن کرونا ویروس کمک کنید، یاردم کنید. آیا این کمک ها برای دستگیری مردم، برای پیشگیری بیماری است یا برای پیشروی کشورند؟ اگر چنین است چرا بیماران در کرانتینگاه ها در بدترین حالت قرار دارند؟ چرا صدها هموطن ما بیرون از وطن در انتظار برگشتن به خانه هاشون دشوارترین حالت ها را از سر گذرانده ایستادند؟ از این قبیح‌تر و شرم آورتر تصدیق و تأیید ان همین فرمان و دستورها و حقارتها و اهانتها به دین خدا از طرف خود شما است. دلیل از چهار کتاب میبرید. این دیگر خطر و آفت است برای دین. یک فقیه که خودش از حق سرپیچی دارد و به امام جائر، به حاکم ظالمی که مقابل دستور خدا فرمان میبرد صداقت نشان میدهد، تأیید میکند، دستگیری میکند.
این درهای گناه را برای مردم باز کردن است. از این بدبخت‌تر و بدبختی آورترش با راضی بودن به این است. امر معروف و نهی از منکر فرض است. رضای معصیت، رضای گناه، معصیت گناه است. رضای کفر است. این قاعده اصولی در فقه اسلامی است. آخر رمضان و روزه داشتن عبادتی طاقت فرسا و مشقت بار است. رمضان کلمه عربی است. نام ماه نهمی سالشماری قمری، سالشماری مهتابی. سالشماری قمری یعنی سالشماری مهتابی، برخلاف سالشماری شمسی، سالشماری آفتابی ثابت نیست، بلکه در سال 10 روز پیش می رود. برای همین است که ماه ها به نوبت جایهای خود را در فصل ها عوض میکنند. رمضان گاه تابستان میاد، گاه زمستان میاد، گاه تیر ماه میاد، گاه بهار میاد، به تدریج. معنای رمضان سنگهای تفسان سوزان. رمضان خودش عبادتی هست که گناه سوز است، گناه ها را می سوزد. روزه داشتن عبادتی سخت و تکلیف دار است. مشکلی ها دارد. نخوردن و ننوشیدن و دوری از همخوابگی با همسر حلال و پاک خود هر روز به مدت 1 ماه از صبح تا شام. تنها این نه، تمام اعضا، چشم، گوش، دهن، دستها، پایها، قلب، زبان، همه روزه دارن. در این ماه همه اینها روزه دارن. از همه مهم رعایت اخلاق نیک، رفتار خوب، که برای کسانی که عادتهای نسوارکشی و سیگارکشی دارن، کسانی که با عائله و فرزندانشون معامله درشت دارن، با درشتی رفتار میکنن، با زیردست هاشو از خشونت کار میگیرن، خیلی و خیلی دشوار است. انا برای همین است که خدا روزه داشتن را برای خودش نسبت داده است و پاداش روزه دار را، همون پاداش روزه داشتنی روزه دار را خودش گفته است، یا اینکه گفته است که من خودم میدهم، نه اون ملائکه هایی که وکالتی دادن اجر و پاداش را دارند. خداوند در حدیث قدسی میگوید که الصوم لی و انا اجزی به، یا اینکه اجزا به. روزه داشتن صرف به خاطر من می شود. این را خداوند میگوید و من پاداش روزه دارم، یا اینکه من شخصا پاداش و مکافات روزه دار را میدهم. روزه داشتن تکثیر است بین روزه دار و بین خدا. یک نفر می تواند بظاهر روزه دار باشد ولی در خفا، در پنهانی روزه ندارد. برای همین برای نداشتن روزه، یعنی روزه را نگرفتن، اجازت روزه خوردن، پروردگار خودش فتوا داده است. یک کسی که عذر دارد برای روزه نداشتن نیاز به دستور کدام رئیس جمهور، یا اینکه فتوای کدام مفتی، یا کدام مرکز اسلامی، یا کدام شورای اسلامی ندارد. در اصل اینها هم موظف نیستند، حتی حقی را که چنین امر و فتوای بدهند ندارند، زیرا خداوند خودش
در فرموده های خودش در قرآن کریم این فتوا را داده است. پیغمبرمون حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در حدیث های خودش آن را نشان دادگی است. ائمه مجتهدین، صاحبان مذهب، اونها هم عین همین چیز را گفتگی هستند. استعیذ بالله. و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. صدق الله العظیم. و کدام بیمار یا در سفر است، پس روزه را در روزهای بعدی، در روزهای دیگر می دارد. پروردگار برای شما آسانی می خواهد، نه دشواری. سفر و مشکلات سفر به خودی مسافر معلوم است. هیچ ضرورت برای فتوا از کدام نهاد برای خوردن روزه در سفر لزومی ندارد. برای بیماری شخصی بیمار را هم بهتر است که به جای مفتی، قاضی یا یگان ملا از طبیب و یک دکتری متخصص بپرسد که مادام من چونین بیماری ها را دارم، شما تشخیص دادید آیا می توانم روزه را که پروردگارم فرموده است، امر کرده است بگیرم؟ میتونم در ان همین سبقتی که پاداشش خودی پروردگارم است یا اینکه خودش جزا و مکافاتی برنده را میدهد اشتراک کنم و برنده بشم؟ دکتر و طبیب حاذق صلاحیت کامل در این کار را دارد. همون آسانی را که پروردگار در دوام آیت برای بندگانش میخواهد، دکتران و طبیبان حاذق تأمین میکنن. باز میگویم احترام داملاها جای خود. این همون دکتر است که از توانایی جسم، از ارگانیسم یک بیمار یا اینکه یک انسان او بیمار است یا اینکه صحت است با خبر است. نه ما داملاها، نه کدام رئیس جمهور و نه کدام مفتی و قاضی. بعداً اطاعت از حاکم تا وقتی است که همون حاکم از فرموده پروردگار بیرون نباشد. وقتی امر سفارش مقابل به فرمان و دستور الهی باشد، برای مسلمان قبول نیست فرمان برداری او. مسلمانان مأمورند که از چنین حاکمان شرعاً اطاعت نکنند. آنها هم اولو الامر مسلمان ها نیستند. بیشک فرمان برداری در معروف است. انما الطاعة فی المعروف. فرموده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که طاعت و فرمان برداری از اولو الامرهای خود در کارهای معروف است، در کارهای نیک است، در فرموده هایی که با فرموده های خداوند مقابل نیستن هست. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اطاعت و فرمان برداری برای مخلوق در معصیت گناه کردن به خالق نیست. حدیث صحیح است. اگر رئیس شورای علما، رئیس مرکز اسلامی، کدام امام خطیب های درباری اند رضای خدا و روز آخرت را در بهای رضای رهبران دنیایشو دادگیان، دیگر روحانیان، عالمان و ملاها، داملاها و شخصیت های معروف و مشهور که تا این دم دین خدا را خدمت کردند و حالا هم دارن که خدمت میکنن، کم نیستن در کشور ما. خیلی زیادن علمایی که در داخل و خارج از کشور احترام خیلی بلند دارن بین مردم. با مردم مسلمان واخری ها میکنن، پند نصیحت داده ایستادن. آنها باید این کار را بکنن. به رهبران کشور پیغام ها و نصیحت ها بفرستن اگر نصیحت پذیرن.
اگر نه پس مردم را از قبول فتوا و دستورات غلطی آنها آگاه کنند. مردم مسلمان در هر دید بازدیدها با این دامنه‌ها با این واعظها از آنها این سوالها را بکنند. این کاری ساده نیست. یادآور شدم تعرض بر حریم خدا پیغمبر و تحقیر و اهانت به دین و شریعت اسلام است. اگر اینها هم نمیکنند مسلمان ها باید خود بدانند و باید خود این گونه فرمان و دستورها را قبول نکنند. حالا در خاتمه این را هم خاطر رسان کنم که دین و شریعت بر پایه حمایه تابعانش استوار است. پروردگار ضمانت حفظ کلام خود قرآن کریم را بر عهده گرفته است. حمایه دین بر عهده خود مسلمان ها است. ما و شما مأموریم از دین مانند عرض و آبروی خودمون حمایه کنیم. بهترین جهاد، بهترین مجاهده گفتن کلام حق نزد یک سلطان یا اینکه یک پرزیدنت جائر یا اینکه ظالم و مستبد است. در عین حال هم رحمان و همین فتوا درستکنهایش گفتن که شما غلط میکنید، نه شما و نه کسی دیگری چنین حق را ندارید. در حدیث صحیح آمده است من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. هر کی از شما منکری را دید باید با دست توان خودش آن را برطرف کند، مانع شود. و اگر با توانش و با دستش نمیتوند با زبانش بگوید، دیگرها را منع کند. و اگر با زبانش هم که نمیتوند بگد با قلبش با دلش این را رد کند، قبول نکند. اما این دیگر درجه ضعیفترین ایمانداری است که خواه دانشمند است، خواه عالم است، خواه که اون یک مؤمن است، یک مسلمان است و این را میفهمد، میدوند، حتی بدلش هم بد نمیبیند، رنج نمیکشد، دیگر از همین خدا نگه دارد از همون درجه ضعیفترین ایمان هم دیگر خالی است. خداوند دنیا و آخرت همه ما را آباد کند و از اطاعت این گونه فرمانها و دستورها که مخالف دین و فرموده خدا و رسولش هستند همه ما را نگه دارد. الله مهربان این ماه را از همه بندگانش، از مسافران، از بیماران و کسانی که توان روزه داشتن را ندارند و خودش برای اونها فتوا داده است که در روزهای دیگه بگیرید یا اینکه تماما نگیرید و یک چیزی و فقیر و کم بغل و بینوا بدهید، قبول کند روزه را. پروردگار این وبای کرونا را که دنیا را واقعا در تهلکه در آورده است از سراسر عالم دور بسازد و بیماران شفا، به حاجتمندان رسیدن حاجتهایشان، به بیچارگان چاره و به آوارگان دور از وطن و نزدیکانشون برگشتن به وطن به کنار یار و بیار و نزدیکانشون خاطر جمعی را نصیب و روزی بگردونند. خدایا ارواح گذشتگان ما را و ارواح تمام مؤمن ها را از ما شاد بگردان. و اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و صلی الله تعالی علی رسولنا الکریم محمد و آله و صحبه و سلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.